حاجی قیافه رو نگاه تو. اگه برم جلوش کن میکنیم. حاجی کاریمون نداره. واقعا پشمیزه. گوه بخور. پشت نکن بهش. ببین. سلام بچه، چطوری؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه و یه بازی دیگه به نام رانگ فلور. امیدوارم که بازی خوبی باشه دیگه. چقدر رندوم شروع شد. خب چه سنس عجیب و باحالی داره. تیوز ایه. ای بود. واقعا ترجیح میدم این راه رو نرم. اون بهتر که با سانسور بریم. استودیوی سازنده این بازی واقعا استودیوی مریضیه و بازی به شدت ترسناکی درست میکنه، همونطور که میبینید. خب من الان برم طبقه چند آخه؟ یکی رو رندوم میزنم الکی. چقدر بد زاویه، اسم میشه داره میاد تو چشم. گیر کرد. حاجی اینجا چرا اینجوریه؟ چرا ما رو آورده توی need the turn on generator باید روشن کنم. حس کردم صدا نفس کشیدم. حس نکردم صدا نفس کشیدم. صدا نفس این یه حروم. خب حاجی یه دونه چی بگم یه صدا نفس میاد. این چیه؟ حس میکنم این چی داره میاد تو صورت. میشه نورو بندازید این تو؟ باید برم این تو؟ صدا نفس نزدیکتر میشه. بوم بسته خدا رو شکر. خدا رو شکر. بابا بنده اون ور رو یه لحظه بی پدر. آها این رو ببین. من اینجا هیچی نمیبینم ولی حس بکنم برو دیگه بابا. جنازه است. حاجی الان چی شد؟ الان آسانسور خراب شد، ما افتادیم توی یه قبرستونی زیر ساختمونمون. چقدر جالب. من هیچی نمیبینم، فقط میرم. یکی رد شد، یه بی پدری رد شد. چرا قوه؟ ولی ای کاش چرا قوه نمیدادی اصلا. این چیه بی پدر؟ حاجی روشن خاموش نشد دیگه، حداقل این آدم کار کن. این چه کیره خری بود؟ چقدر بلند بود، چقدر حرومزاده. خب اینجوری بخود پیش بره که برو اوکی. اصلا اوکی نیست. ببین ما این تهش هیچی نیاخه. این چین وا میشه، اینم وا نمیشه. این چیه؟ اینم که هیچی. خب احتمال 90% ما باید بریم این تو. من تا این ته اومدم ولی چی نوشتم؟ تحت تعقیب یه آدم خطرناک 30 سالشه، 2.5 متر قدشه، تمام بدنش خطیه. یه بی خانمانیه که توی زیر زمین قایم میشه از قضا.
که الان اومده تو زیر زمین خونه ما قایم شده. بیناموس اینجا هم میخوابه داداش. این واسط یکم کوچیک نیست؟ من با دنبال چی بگردم الان؟ میشه اینو توضیح بده یکی؟ برو بیرون، نرو بیرون. ببین اینجا سگدونه کولا هم میزنی هرون زاده؟ چه عجیبه. خب ما الان با دنبال ژنراتور باشیم، ولی این تو چه خبره؟ این ژنراتور نیه یا نه؟ ای وای داله حاجی. حاجی راه رفت کوبید به دره، فکر کنم دره شکست در این حد. ماشاءالله نگاه در رو از جا کند حاج آقا. ای وای حضرت علی باشه این ناموسن. کیر تو نور دهید. نه الان میاد دیگه. خب دربان نه خاموش نکن حاجی، دستت میخوره، گوه میخوری تو، دست میزنی به اون کلید اف. این هر لحظه ممکنه از این ته بیاد تو صورت ما. قفله؟ چی نوشته؟ بابا نزن با رمز داره. دکود behind the red cabinet. میگه توی کابینت قرمز. پشت سرمه حاجی، پشت سرمه، پشت سرمه، پشت سرمه. این میاد. این مگه میشه اینجا؟ کابینت قرمز کجا؟ یکی من توضیح میده. یه چند تا کابینت اون بیرون بود ولی وای خدا واجب نورش به شدت کمه. یه فرد 2.5 متری و 3 متری هم دنبالمونه. خب کابینت قرمز از اونجایی که من یادم فکر کنم این بر بود، همون جایی که یکی دور اومده و میخواست درمون بذاره. باج اینو عوض شده جاش. اصلا نگاه کن دهنه یکی رو اینجا گرفته. گوه خورده. این چیه؟ خونه. معلوم خونه. چرا سوال میکنه این چیه؟ توی اینه. باز کن تو خود مشتی. چشم داخلشو داره من نگاه میکنه. پشتم هم کابینت بود. اینجاست. این که باز نمیشه. آها اینا. وای خیلی بد نگاه میکنی. 0661 یا برعکسه. البته برعکسه. 1990 این الان اینجا هست. 19 کدو داده میخواد بکنه توش. 1990. من شرمندم که اومدم طبقه پایین خونه رو. لطف کنم بذارم برگردم بخونم. صدا راه رفتن میاد. صدا راه رفتن میاد. هر لحظه ممکنه بیاد تو صورتم. هر لحظه ممکنه. ببین اینجا. ما از اینو با بریم تو دوره. مرد 2.5 متری داره با ما بازی میکنه. هلو shut up motherfucker. حاجی واقعا ترسناک. 19 صدا چیه؟ اصلا مهم نیست. توجه نمیشه. وای حاجی اسم کنم داره میاد. پشت سرمونه. پشت سرمون نیست. این چی؟ اینو باز کن. این چه گفت بخورم اینجا. بسته نشکن. باز شو بینم بابا لال شو. ببین این پشت سرمون نباشه. این پشت سرمون نباشه آخه یعنی دیگه. چرا دره؟ این دره باز شد. این دره باز شد که ما اصلا با اون ور میرفتیم، ولی الان ما بریم این تو. یا برفض چرا اونطوری میکنی؟ چیزی هست این تو؟ خب با کاری کنم مهم نیست. بریم بیرون.
نمیبینم جلومو. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین ما بریم اینجا. خوبه نیست. فعلا نیست. باز کن. مرسی. جنراتور رو بزن. بی‌ناموس. جنراتور باز کن. حرومزاده رو. بازم بود. بازم این یعنی چیه؟ یعنی نمیدونم. من زدم فیوزو دیگه. بریم. این چی اونجا؟ از داخل عکسشه. فکر کردم داره تو آینه ما رو دید میزنه. چی واقعا؟ حاجی قیافه رو نگاه تو. دیگه برم جلوش کمون میکنیم. حاجی کاریمون نداره. واقعا پشم میزه. گوه بخورم. پشت نکن بهش. ببین. کاریت ندارم تو رو خدا. ببین با 2 متر قد برو تو بی‌ناموس. چرا نمیری تو؟ چرا باز نمیشه این؟ چرا ببین حاجی تو اینجا مجانی توی پارکینگ زندگی کن. کاریت ندارم. برو بالا. این بی‌ناموس 2.5 متری. من بهت گفتم من باید کاری ندارم. تو اون زندگی تو کن. مشکل چیه با من عزیزم؟ بچه‌ها مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه.